میخوام قله ایمان و ارتعاش مثبت رو بهت معرفی کنم. پاسخ بدی رو با خوبی بده تا انتهاشو با دقت ببین. این شبای قدره و همه دنبال اینن که یه جوری ایمانشونو ببرن بالا، ارتعاششونو ببرن بالا و از این شبا و روزا بهترین استفاده رو ببرن. یکی از قله های ایمان و ارتعاش مثبت اینه که پاسخ بدی رو با خوبی بدی. براتون توضیح میدم. عشق بالاترین ارتعاشه، اینو هممون میدونیم. وقتی تو عاشق باشی دم به دم داری ارتعاش مثبت و بالاترین ارتعاش رو به جهان هستی ساطع میکنی و ارتعاشات مشابه و بهترین ها رو به سمت خودت جذب میکنی. حالا اگه تو عاشق کسی باشی یا چیزی باشی که برای تو منفعت داره، خب خیلی خوبه، ولی کار سختی نیست. اما اگر عاشق چیزی یا کسی باشی که به تو منفعتی که نداره، هیچ، داره به تو ضربه میزنه، به تو بدی کرده و پاسخ بدی اونو با خوبی بدی، این عشق یه عشق خالص و بی‌شائبه است و بالاترین ارتعاشه. و اگه کسی به اون مرحله برسه، وقتی که تمام دنیا و کائنات زیر پاشه و هر چی که اراده کنه به لطف خدا جذب میکنه. از کجا میگم که این پاسخ بدی رو با خوبی دادن بالاترین ارتعاش و قله ایمانه؟ چند تا آیه در قرآن داریم. ادفع باللتی هی احسن، بدی رو با خوبی پاسخ بده، دفع کن. یدرؤون بالحسنة السیئة، بدی و زشتی رو با نیکی دفع میکنن و پاسخ میدن. اینا صفات مؤمنینه، کسانی که ایمان دارن. توی همون آیه اولی که خوندم انتهاش میگه که و ما یلقاها الا ذو حظ عظیم، یعنی به این مقام کسانی فقط میرسن که بهره عظیمی از ایمان داشته باشند. این مطلب فقط توی قرآن نیست. امام علی علیه السلام که امشب شب شهادت ایشونه، توی یه حدیثی فرمودن که من کمال الایمان مکافات المسیء بالاحسان، از بلندی ایمان و کمال ایمان نشونش اینه که تو پاسخ فرد خطاکار و گناهکار رو با نیکی بدی، با احسان بدی. ببین چقدر مقام کسی که پاسخ بدی رو با خوبی میده بلنده. دوست دارم این حدیث امام صادق علیه السلام رو هم برات بخونم. ببین چقدر این حدیث عجیبه و چقدر انسان رو تکون میده و باعث میشه که حال انسان خوب بشه و به سمت اون قله حرکت کنه. گوش کنید. خطاب به یکی از یاران خاصشون میگن ای پسر جندب، با کسی که رابطه‌اش را با تو قطع کرده پیوند برقرار کن. به کسی که تو را محروم کرده عطا کن. به کسی که به تو بدی کرده نیکی کن. به کسی که به تو دشنام داده سلام کن. با طرف دعوایت انصاف داشته باش و کسی را که به تو ستم کرده ببخش، همان گونه که دوست داری تو را ببخشند و از بخشش خداوند بر خودت درس بگیر. آیا نمی بینی که خورشید او هم بر نیکوکاران و هم بر بدکاران یکسان میتابد و باران او بر شایستگان و خطاکاران یکسان میبارد؟ خب تو به این مقام رسیدی یا نرسیدی؟ این قله بلند رو فتح کردی یا نه؟ میدونم سخته، خود منم توی این مسئله مشکل دارم، هنوز توی راه این قله هستم، ولی همین که سعی کنی به سمت این قله حرکت کنی و راه به سمتش بپیمایی، میبینی که
خیرات و برکات رو به سمت خودت جذب میکنی. موفق باشید.